چطورین؟ مامان بابای اسکلم اومدن که دوباره یه چالش 24 ساعته احمقانه داشته باشن امروز. سلام بچه‌ها، چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه همراه با ما. بذارید پیپی رو زن بابا. امروز اومدیم پدر بچه کجاست؟ اینجا داشته باشیم که چی؟ بگو که چی شده؟ یکیمون قراره که 24 ساعت غذای وگن یا وگان یا ویگن بخوره. آخر سر من نفهمیدم کدومش درسته، هر کدومش درسته هم بگید دیگه. اون یکی غذای عادی معمولی روزمره که یک انسانی که حالا وگان نیستش میخوره رو میخوره و قراره که احتمالاً اونی که ویگنه خیلی سخت بگذره چون باید آهنگم بخونه. هر کی ویگن شد بعد آهنگ ویگن بخونه. آهنگ ویگن چجوریه نمیدونم. من سینا جان پیدا میکنم موزیک حالا هر کدوم افتاد اون رو انتخاب بکنیم. الان قضیه خیلی جدیه. توی دستان من 2 عدد قرص میبینید. یک عدد قرص قرمز که باعث بشه یک حقیقت برای شما آشکار بشه و یک عدد قرص سبز که نبوده همون آبیه در واقع به که شما تو جهل و نادانی و اینا باقی میمونید. کدوم رو انتخاب بکنید؟ نفهمیدم ولی من سبز. تو جهل و نادانی باقی میمونی؟ جهل و نادانی باقی میمون و ویگن شد. جهل و نادانی سبزه؟ نه یه غذای گیاهی میشه سبز، یه غذای عادی قرمز. ای بابا تو خودم خوردم. از مغزت استفاده نکردی. از الان من بعد استفاده نکردی. وگان میشم؟ بله شما قراره که امروز کلا ویگن باشی. بریم با هم میریم صبحونه چی داریم؟ منو شناختید؟ نه. اسکل هستم. ست کردم. بچه دقت کردید این ستا رو؟ پیپی هم بگی بغلت. پیپی هم بگی بغلت. تازه اینجا هم ست کردیم. نگاه کنید. اصلا سلاطین ست. من اسمش چی بود؟ پلنگ صورتی رو میشناسی؟ ببینم میشه شده پلنگ صورتی میدونستید من کپی کرده. کل خونه زندگی صورتی هست. خب ما کل خونه زندگیمون نارنجیه دیگه. توصیه بیشتر. نه اینجا نارنجی اون نارنجی زمین توسی کابینت توسی. حالا ولش کن. بذار اگه صبحونه چی داره؟ سینا جان یه دونه کیک براونی وگن. وگن بذار بچه‌ها رو بشناسن. اینجوری کیکه. براونی چیه؟ این چیه؟ کیک براونی چجوریه؟ یارو تو رو خورده. این چیه؟ این کولایمه؟ آره. کولایمش چیزه؟ وگانه؟ آره کیک سینا. وقتی که کیکو وگان درست میکنن بافتش مسخره میشه. واقعا آره و اینجوری نمیارن تحویل بدن. خوشمزه است؟ من وگان شدم. واقعا خوشمزه است؟ آره مزه پرتقال میده. پرتقال لازم میده. قهوه خوشمزه عزیزم. واسه خودم شیر سویا گرفتم چون که شیر سویا دوست دارم و تو این استانبول لعنتی قحطی شیر سویا اومده. کسایی که استانبولن لطفا میگن من شیر سویا از کجا بخرم؟ مارک آلپرو. سویا من شیر میده؟ بابا کثافت نیست. شیر سویا؟ استارباکس ولی من یه گاو مطمئن شیر نمیدم. سویا هم رسیده به شیردهی؟ دیگه آره دیگه. ببین مملکت به چی رسیده؟ سویا هم شیر میگیرن. سویا هم داره شیر میده. یه فردا منم شیر دادم نگران نشید. تعجب نکن. این چیز خوبه؟ خوشمزه است. بافتش اصلا شبیه کیک نیست. من سوالی دارم. این کیک با این کیک جفتشون وگانه دیگه. چه فرقی وگان نیست. تو شیر داره. توش ممکنه کره داشته باشه. بعضی جو داستانی نداره. ببین تخله. بچه‌ها ما صبحونمون بزنیم. زندگی چه سال از بارمو شروع کنم. این تخله خیلی بده. من یک وگان هستم. لانچ تایم. چند ساعته که پاکم. من یک وگان. یه آهنگ ویگن بخون دیگه. اسمش چیه؟ چیز؟ وایسا. برگی سویته. نه اینه؟ یعنی پیتزای وگانه. پیتزای فقره. هیچی توش نداره. پنیر هم نداره دیگه چون که باید وگان. من یه سوالی دارم. وگان بودن نشونه است با کلاسیس؟ نمیدونم. چون دیدم کسایی که میان وگانن یعنی ای با پیاز داره. خب سرچ کنم آهنگ ویگن. درگی سویت یار. نمیدونم این هست یا نه. درگی سویت وای. آها. مرا ببوس. این آهنگاست. مرا بخون دیگه ویگن. بابا برم کوکورو احمقی پیاز میریزه رو پیتزا.
سینای آشغال خودش داره نوشابه میخوره، بعد گفتش که خب نوشابه چون که وگانه تو باید دوغ بخوری. هر کاری که راضی نشه. من بابا خیلی چیزا پروبیوتیک میخورم با پیتزا. خیلی چیزا وگانا خبر نداریم ما. آره به خدا نوشابه سالیان سال من وگانم. وگان با ویژیتریان چه فرقی داره؟ ویژیتریان میتونه میدونم نمیگم گم شو. داره خوی حیوانیت میزنه بالا. خنده شیطانی. آشغالی. من اینو ولی واقعا پیتزا با دوغ دزدیه. من اینو نمیتونم بخورم. دزدیه؟ بچه بیاین اینجا. شاید الان تو ایران بخورن. شاید الان خودت داری این ویدیو رو نگاه میکنی پیتزا رو با دوغ میخوری ولی اشتباه میکنی. توهین نکن. توهین کنی میام. این مزه ماست میده. من خودم با ماست بزرگ شدم ولی دیگه با پیتزا ببین مزه پیتزا میده. خب یعنی پیتزاه ولی توش پیازه که من نمیخورم. خب پیازاشو برداشتم دیگه. بعد ببین اصل پیتزا به نظر من بچه‌م گفت اصل پیتزا چیه؟ سسه. نه خیر پنیره. سوسیسه. پنیرم نداره. نداره دیگه. پنیر نداره. سوسیس نداره. چی نداره؟ به جوش پیاز داره. پیاز داره که خاصیت برسه. میبینی؟ یه چیزی قشنگ بچه‌ها نه. ببین مزه پیتزا میده ولی پیتزا نیست. بچه‌ها میبینید؟ باید همین رو بخوری همین که هست. یه غذای وگان خوشمزه خواستی بخواه نمیخواستی نخواه. چیز استانبولی پلو. اوه وگانه. آره. ببین قرمه سبزی وگان نیست. گوشتش نمیخوره. نه آب گوشت رفته توش. یعنی انقدر پیگی. بله یعنی آب گوشت برابر است با خود گوشت. فلفل نرمه کوچولویی که سبز شده درس خونده رفته دانشگاه و میزنه قاچش میکنن میخورن. آب گوشت. بابا بس دیگه. به خدا یه روز حالا قرار شده غذای وگان بخوره. من میگم آدم و هوا رو میشناسی؟ آدم و هوا میشناسم. به سقفلمه. گوش خوردن. اونا گوش خوردن. ما نباید گوش بخوریم؟ نه کنیم. من گوش گاز بزن. من نمیدونم دیگه. خیلی مقاومت دارید. اصلا میگم دوزیه. بچه‌ها شما کامنت کنید. من میگم برای سلامتی خوبه بعضی موقع. نه من نمیدونم. من دیدم کسایی که یعنی خیلی چند ساله گوش نخوردن به فنا رفتن. مثلا باز رفتن باز کم کم شروع کردن خوردن. من واقعا دوست ندارن و دکتر گفت اصلا نخوری دستت میفته. بعد خورده چه دستش نمیدونم دیگه. به هر حال هر کسی هر چی دوست داره میتونه تغذیه‌اش آره به من چه به تو چیه به خودت چیه به اساس عقاید و خواسته‌های خودت هر چی میخوای بخور. به من تو امروز باید وگان باشی. به همه ربط داره. به همه خودی فهمم من الان گوشتنه ولی چیزاشو جدا میکنم. پیتزاشو جدا میکنم میخورم. پیتزاشو جدا میکنیم؟ باشه. بعد نهار چی میچسبه؟ پاستیل وگان. ببین چه مزه‌ایه. پاستیلی که از وگان تولید شده. یه ذره بیا نزدیک بچه‌ها ببینن چیه؟ بعد مزه؟ باشه. میشه دیگه ذره تست کنم؟ نمیدی؟ نده. بابا وگان درسته وگانی چون لگد میزنی؟ خب ترشه دیگه پاستیل ترش وگانه. حالا خوشمزه است یا نه به نسبت پاستیل عادی ترش؟ خوبه؟ چه این شکلی میکنه قیافت؟ الکی میگه خوبه؟ یه دونه بخور. دارم وگان میشم. الان تو دهنم جوونه میزنه. ترش نیست واقعا؟ اونقدری که تو عده در میونه. آره وگان. میشه ده. وقت شکنجه است. ببینم شما نمیتونی مایونز بخوری. مایونز توش تخم مرغ داره. واسه چرا سر صدا میکنی آروم باش. من واقعا برگر وگان براش خریدم یا وگن یا ویگن نمیدونم کدومش آخر سر درسته. تو فارسی همه چی میگن. من یه سوالی دارم. الان یعنی این گوشت درخته؟ نخل لوبیا دیگه احتمالاً. نخل لوبیا. برگری هم هست. من واقعا میشه ببینم. ببین خوب برگری. من واقعا نمیفهمم. این کاهو این گوجه کوچولو زحمت کشیده درس خونده گنده شده بعد ما اینجوری قاچش میکنیم میخوریم اشکال نداره. بعد مثلا چیزایی اشکال داره. به خدا که من هنگ کردم. خوشمزه است. تازه‌ایه؟ میشه تست کنم؟ نه. خب بدم برگر وگان چه مزه‌ایه؟ نه. خواهش میکنم. خب تست کنم ببینم چه مزه‌ایه. بس منم میخوام اونو تست کنم. یه دونه گاز کوچیکه میخوام اینو بخورم دیوونم. مزه فلافل میده.
مزه فلافل نمیده؟ مانچو فیفی هم دارن کشتی میگیرن. نکن کشتی منچه رو. جدی بکنم نخوده توش. میگه مزه فلافل میده دیگه. میشه اینو من تست کنم؟ نه دیگه تو نمیشه تست کنی. ببین بابا نکش فیفی. خیلی دیگه داری عدس رو نمیبینی واقعا مزهش اوکیه. شما اینو من جواب بده. برگر فلافل می‌خوری. شما اینو من جواب بده. این گوجه کوچولو اینجوری انقدری بوده. درس خونده. به خودش رسیده گنده شده، قرمز شده، رنگ گرفته، قطور. بعد میخواد بشه یه درخت. دونشه بشه یه درخت. بعد به قاچ شاخاشو میبارم. کات تو هم میری. اون گلا نداره؟ دیگه من نمیدونم. واقعا گیاهان خیلی به نظرم گناه دارن. پنیری که توشه چی؟ پنیر یعنی چیه؟ جانداره؟ این چه جور پنیری الان؟ پنیر جانداره؟ آخه پنیر تو شیر داره دیگه. کسی که وگنن شیر و تخم مرغ. من نمیدونم وگن یا وگان. نه وگن ویگن نمیدونم چیه. من ویگنم اصلا. بخور دیگه شامت خوشمزه تو. من نمیتونم اینا رو بخورم. خوبه مزهش دیگه داری عدد تو. بچه واقعا داره عدد تو. آره راست خیلی عددواریم. انگار مثلا فلافل رو برگر کردن. پخشش کردن. قشنگ مزه فلافل میده. تو هم که فلافل دوست داری. من جلو دوربین معذبم. جلو دوربین خب من معذبم دهنم اینه اسب آبی باز کنم. خداییش خوشمزه نیست. نمیگم خوشمزه. بابا قور نزن. مایکی کلا تاکید داره فیفی رو بشوره. واقعا خوب نیست. فیفی کلا تاکید داره که نذاره مایکی بشورتش. دیگه همیشه وگانه؟ نمیدونم. عکس سیب داره روش. نمیدونم الان آره دیگه نمیشه بخواد این ترشاست. بابا ترش هم دیگه معده من سوراخ شده. در تو خیلی خوشمزه است. بوشم میدم. این برگر چربوچین مد ایرانیاست راستش رو بخواید که ازش من چرا همیشه تو این چالش‌ها دوچار چیز میشم سوء هاضمه میشم. نه ببین الان سریای پیش خیلی موقع شد که به نفع توش کاش میشد ببینید فیفی و مایکی سعی داره که فیفی رو لیست بزنه و فیفی نمیخواد. تاکید داره که من لیست نزنم. و دعوا میکنه. این مایکی گازش میگه وایسا. بعد وای میسه لیستش میزنه بعد یهو فیفی میخواد بره. بعد یه باری گازش میزنه وایسا. من خوشمزه است. بچه‌ها پرفکتو. واقعا ناراحتم. دیگه همینه شامل همینی که هست. میخورم اینو. نمیخوایم باید بخورم. من آدمام که باید از شامم لذت ببرم. من جدی میکنم پنیرش هم متفاوته. یعنی پنیر وگنه واقعا. چون که این الان پنیرش کاملا جنسش متفاوته با اون. اصلا آب نشده. آره بچه‌ها توش سویا مویا ریخته. اینستاگرام من را دنبال به همراه بیاورید. به دنبال به همراه بیاورید. اینستاگرام نو. نه نه وایسا اینستا نه. اینستا واقعا بده. آره بچه‌ها اینستا بده. من برم به خودم اینستا یاد بگیرم. بلد نیستم اینستا. تا ویدیو بعدی و مشقت بعدی بسوز. خدافظ.